سلام دوستان، خوش آمدید به ویدیوی جدید. امروز با هم میخواهم من برای شما تمام آمار افتخارات کریستیانو رونالدو و مسی رو بدیم. مرحله اول گل ها. کریستیانو رونالدو بیش از 960 گل و لیونل مسی بیش از 850 گل زده که توی تمام دوران حرفه‌ایشون بوده. مرحله دوم پاس گل ها. رونالدو بیش از 250، مسی بیش از 350 پاس گل داده. توی تمام آمار افتخاراتشون رو میگم. خب مرحله سوم افتخارات آنها. لیونل مسی جام جهانی 2022 رو برنده شده، دو بار کوپا آمریکا رو برنده شده و 4 بار چمپیونز لیگ برنده شده و 5 بار بالون دور برده. که رونالدو 5 بار UCL چمپیونز لیگ برنده شده، 2 بار جام ملت‌های اروپا، 1 بار هم یورو و 5 تا بالون دور گرفته که 5 تا بالون دور هم گرفته که این واقعا غیر ممکنه. این دو بازیکنی که بهترین اسطوره های فوتبال هستن، اینها بسیار دیگه، من عاشق اینا هستم. شما چطور تو کامنت بنویسید. مرحله چهارم باشگاه ها یعنی کدام این مسی و رونالدو در کدام باشگاه های فوتبال بازی کردن. مسی توی بارسلونا، پاریس سن ژرمن و اینتر میامی، رونالدو توی سپورتینگ لیسبون، منچستر یونایتد، یوونتوس، الناصر، رئال مادرید و پرتغال. خب بچه‌ها زیاد وقت نمیگیرم، وقت ما و شما هم تمومه. حالا توی کامنت بنویسید طرفدار کدام تیمین و برای پارت دوم باید 50 لایک بخوره. خداحافظ.